دخترت را به شوهر مده تا وقتی که او را با بعض اساسهای مهمی تعلیمی نآموزانی. و او اطاعت کردن به شوهر را با طرز نیکو بیاموز. و او پاکیزگی شخصی و زیبا بودن خود را همیشه در خانه تعلیم بده. و او کارهای خانه و آشپزی را تعلیم هم بده. و او یاد ده که کار خانه و زندگی را نه همچون یک کاری دشوار بلکه یک کاری که در آن ثواب و اجر پاداش بزرگی دارد بیاموزان. و او یاد ده که زنی سرکش و زنی که صدا بلند میکند و احترامی شوهر را به جا می‌آورد در خانه شوهر به نهایت حیات کوتاه خواهد دید. و به او یاد ده که شوهرش را در غیابش در ناموس و در مال و جانش حفظ حمایت نماید. و او یاد ده که به اجازه شوهر از خانه برآمدن قطعا جایز نیست. و به او یاد ده که وقتی دشواری ها با شوهرش باشد چگونه که وقتی خوشحالی ها هم با شوهرش است. و او یاد ده و بگو که فرزندم هنگامی که خانه شوهر رفتی دیگر هیچ گپی از سخنان پدر و مادرت را گوش مده، بلکه شوهر را احترام کن، قدر کن و او را دوست بدار و با او زندگی کن. و او یاد ده که وظیفه او در خانه چیست و بگو که وظیفه تو دخترم اولین چیز عبادت الله سبحانه و تعالی و فرمانبرداری شوهرت است، نه چیز دیگری. و سخن کسی گوش مده، حتی پدرت هم باشد مادرت هم باشد. خوب رو بگیر و آنچه که برای زندگیت پندآمیز نیست و در زندگیت خلل آور است آن را ترک نما. اگرچه پدر و مادرت هم باشند، اگرچه که با تمام کمال احترام تو را نصیحت کردند، اگر بر زندگی ضرر آور باشد پس او را یک طرف بگذار و بر او پند بده که فرزندم دیگر هیچ سخنی خانه ات را به نزد پدر و مادرت نیار، بلکه به هیچ کسی دیگر مگو. این سیر و اسرار است که بین تو و بین پروردگار و شوهرت است. و بر او پند بده و بگو دخترم پایداری خانوادگی و زندگی نیکو و خوشبختی بهترین این در صالح بودن است، در نیکو بودن است، در اطاعت فرمان برداری سپس از شوهرت است، نه از کسی دیگری. پس اگر دخترت تا حال با این مسئولیت آماده نیست پس او را آماده بساز. او را به شوهر مده تا آن دمی که این مسائل را بر او تعلیم بدهی. اولین اینها توحید است و سنت است و عبادت نمودن او سبحانه و تعالی همچنین که شایسته عبادت هست. سپس احترام شوهر، دیگر نه پدر و نه مادر. و ای پدر و مادر، تو امروز مسئول هستی، مسئول خانواده خود هستی. پس ببین که دخترت چیکار میکند، در کجا میگردد، با روح و ذهن و هوشش در کجاست. از فتنه ها فرزندان خود را دور بسازید و درسته که هم خانواده را میسوزاند، هم خود را میسوزاند، هم آخرت خود را ویران میکنید. و توفیق از جانب پروردگار است. Free audio post production by alphonic.com